تکمیل مدار تهویه مطبوع ما میخوایم مقدار گاز رو ذکر کنیم که شرکت سازنده سیستم تهویه روی لوله های گاز با یه برچسبی به نحوی مقدار گاز رو میرسونه. به عنوان مثال اینجا شرکت ساندن هستش که ادعا کرده که این مقدار گاز برای این خودرو 360 گرم هستش. البته ما میدونیم که با توجه این مقدار گاز با توجه به محیط کاری که خودرو در اونجا داره کار میکنه باید یه مقداری بالا پایین داره. مثلا در مناطق بسیار گرم این مقدار گاز یه مقداری کمتر میتونه باشه و در مناطق خنک‌تر و معتدل‌تر یه مقداری ماکسیمومش همین هستش. در مناطق بسیار گرم شاید با مقدار کمتری که به تجربه به دست میاد بهترین بهره‌وری رو داشته باشیم. با تعویض هر یک از اجزاء سیستم تهویه مثلا کندانسور، اواپوراتور یا لوله ها هر کدومش متناسب با مقدارش مقدار کمی روغن باید تزریق بشه، حدود 5 تا 10 گرم برای هر قطعه و مقدار روغن کلی هم روی کمپرسور نوشته میشه که معمولا کمپرسورهای ساندن حدود 120 گرم یا سی 120 سی روغن توی کمپرسور و کل چرخه تبرید فضا اشغال میکنه، جا میگیره و باید هنگام تعویض هر یک از اجزا یا کمپرسور این مقادیر رو طبق توصیه‌هایی که تو خودروهای قبلی داشتیم تو ساینا یا پراید نسبت به افزایش روغن و گاز اقدام کنید.